مشروع خبرها. امارات اسلامی میگوید کابل خواهان روابط مثبت و تعامل مسئولانه با جامعه جهانی است. ندا محمد ندیم وزیر تحصیلات عالی در حاشیه 17مین مجمع بین المللی اقتصادی روسیه جهان اسلام در شهر کازان تاکید میکند که امارات اسلامی بر اساس ارزش‌ها و احترام متقابل خواهان تقویت روابط خارجی با کشورها است. آقای ندیم همچنین افزود که روابط دیپلماتیک میان کابل و مسکو وارد مرحله تازه شده است. تأکید مقام‌های امارت اسلامی بر داشتن روابط مثبت و تعامل مسئولانه با جامعه جهانی. ندا محمد ندیم وزیر تحصیلات عالی در نخستین نشست کمیسیون مشترک اقتصادی و بازرگانی میان روسیه و افغانستان در حاشیه 17مین مجمع بین المللی اقتصادی روسیه جهان اسلام در شهر کازان بر تقویت سیاست خارجی کابل با کشورهای همسایه و منطقه بر اساس منافع ملی و احترام متقابل تأکید نموده است. افغانستان د یو خپلواک ملک او د اسلامي نړۍ د یو مهم غړي په توګه تل له نړیوالې ټولنې سره د متوازن مثبت او مسؤلانه تعامل غوښتونکی دی. د افغانستان اسلامي امارت اصولو او ارزښتونو د ښه ګاونډیتوب د اصولو د سیمهییزې همکارۍ او متقابل درناوي په چوکاټ یې هڅه کوي چې خپله متوازنه او د افغانستان د ملت پر مشروع ګټو ولاړه بهرنۍ تګلاره پیاوړې وساتي. وزیر تحصیلات عالی همچنین بر رسمیت شناسی امارت اسلامی از سوی روسیه را گام مهم در راستای تقویت روابط رسمی میان دو کشور می‌خواند. ندا محمد ندیم تاکید می‌ورزد که روابط دیپلماتیک میان کابل و مسکو وارد مرحله تازه شده است. آقای ندیم همچنین خواهان همکاری مشترک در زمینه تطبیق و عملی شدن برنامه‌های اقتصادی، بازرگانی و کشاورزی شده است. موږ د افغانستان اسلامي امارت او د روسیې فدراتیو ترمنځ د ډیپلوماټیکو اړیکو د نوي پړاو شاهدان یو. د روسیې فدراتیو دا په حقیقت د روسیې دولت لخوا د افغانستان اسلامي امارت په رسمیت پیژندنه او د رسمیت پیژندنې په برخه کې د روسیې فدراتیو دا په حقیقت او واقعیت ولاړ اقدام د مثبت تعامل باور جوړونې او د دواړو ملکونو ترمنځ د رسمي اړیکو د پیاوړتیا په لور یو مهم ګام ګڼل کیږي. با این حال بر بنیاد خبرنامه وزارت تحصیلات عالی معاون وزارت صنعت و تجارت روسیه هم نشست کمیسیون مشترک اقتصادی و بازرگانی میان روسیه و افغانستان را برای گسترش همکاری‌های اقتصادی و ترانزیتی مهم خوانده است. دبیر شورای امنیت روسیه میگوید کشورش در حال ایجاد مشارکت همه‌جانبه با افغانستان است. سرگئی شویگو در نشست سازمان همکاری شانگهای در بشکک تاکید میکند که این مشارکت شامل تماسهای سیاسی و امنیتی، همکاری‌های بازرگانی، اقتصادی، فرهنگی و بشردوستانه است. آقای شویگو همچنین بر همکاری‌ها در چارچوب ابتکارات منطقه‌ای از جمله فرمت مسکو نیز تاکید میکند. تاکید دبیر شورای امنیت روسیه بر ایجاد مشارکت همه‌جانبه با افغانستان. سرگئی شویگو در نشست سازمان همکاری شانگهای در بشکک پایتخت قرقیزستان گفته که این مشارکت می تواند در بخش‌های مختلف باشد. ما به گونه پیوسته در حال ایجاد یک شراکت همه‌جانبه هستیم، از تماس‌های سیاسی و امنیتی گرفته تا همکاری‌های تجاری، اقتصادی، فرهنگی و بشردوستانه. آقای شویگو همچنین بر همکاری‌ها با کابل در چارچوب ابتکارات منطقه‌ای از جمله فرمت مسکو تاکید می‌کند. ما اطمینان داریم که همکاری با کابل در راستای اهداف امنیتی و توسعه اقتصادی منطقه قرار دارد. همچنین ضروری می‌دانیم که درباره سازوکار از سرگیری فعالیت گروه تماس سازمان همکاری شانگهای افغانستان و نیز گسترش همکاری‌ها در چارچوب ابتکارات منطقه‌ای از جمله فرمت مسکو توافق صورت گیرد. دبیر شورای امنیت روسیه یک بار دیگر بازگشت زیرساخت‌های نظامی کشورهای ثالث به افغانستان یا ایجاد پایگاه‌های نظامی جدید در کشورهای همسایه آن را غیر قابل قبول می‌خواند. رئیس مأموریت دیپلماتیک ترکیه در کابل میگوید افغانستان جایگاه مهم در اتصال منطقه‌ای دارد. بر بنیاد خبرنامه وزارت مهاجرین او در دیدار با مولوی عبدالکبیر همچنین در کنار گسترش روابط میان کابل و اسلام آباد بر حل اختلافات از راه گفتگو تاکید کرده است. از سوی هم وزیر مهاجرین و عودت کننده ها با توجه به امنیت موجود در کشور از تلاش ها برای مبدل شدن افغانستان به بخش مهم اتصال منطقه‌ای خبر می‌دهد. دیدار رئیس مأموریت دیپلماتیک ترکیه در کابل با وزیر مهاجرین و عودت کننده های امارت اسلامی.
بر بنیاد خبرنامه وزارت مهاجرین، سادن ایلدیز در این دیدار گفته که انقره از افغانستان با ثبات پشتیبانی می‌کند و این کشور نقش مهمی در اتصال منطقه‌ای دارد. این دیپلمات ترکی همچنین بر توسعه روابط میان کابل با اسلام آباد تأکید کرده و خواهان حل اختلاف‌ها از راه گفتگو شده است. نوموړي په وینا چې ترکیه د باثبات او پر خپلو پښو ولاړ افغانستان ملاتړ کوي او باور لري چې افغانستان د سیمه‌ییز اتصال په برخه کې مهم ځای لري. ښاغلي ایل د څرګنده کړه چې انقره د افغانستان د ستونزو د حل په برخه کې د خبرو پلوی ده او په دې تړاو خپلو هڅو ته دوام ورکوي. از سوی دیگر مولوی عبدالکبیر در این دیدار گفته با توجه به امنیت و فرصت‌های موجود در کشور تلاش می شود تا افغانستان به بخش مهم اتصال منطقه‌ای مبدل شود. مولوی عبدالکبیر څرګنده کړه چې افغانستان د بشپړ امن او ثبات پر ترلاسه کولو سره ګڼ فرصتونه لري او هڅې روانې دي چې افغانستان د سیمې د اتصال مهمه او فعال برخه شي. شماری از آگاهان هم تقویت روابط در بخش‌های مختلف با کشورها و همچنین نقش ترکیه در حل تنش‌ها میان کابل و اسلام آباد را مهم می‌خوانند. ترکیه از جمله کشورهای با نفوذ هم در پاکستان و هم از لحاظ فرهنگی و دینی نزدیک با افغانستان هست. در مسائل مختلف میتونه بسیار نقش آفرینی مثبت داشته باشد. این در حالی است که مقام‌های افغانستان و ترکیه پیش از این نیز بر گسترش و تقویت هرچی بیشتر روابط در بخش‌های مختلف تأکید کردند. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهنده‌ها گفته افغانستان در سال گذشته بیشترین آمار مهاجرین بازگشته را داشته است. رئیس این نهاد در افغانستان در دیدار با رئیس دفتر رئیس وزیران تاکید کرده که عوامل گوناگون از جمله کاهش کمک‌های بین المللی مهاجرین بازگشته را با مشکلات زیاد روبرو کرده است. از سوی هم ملا عبدالواسع در این دیدار بر افزایش کمک‌ها به مهاجرین افغان و احترام به حقوق آنان از سوی کشورهای میزبان تاکید کرده است. ارگ در خبرنامه از دیدار رئیس دفتر رئیس وزیران با رئیس کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهنده‌ها برای افغانستان خبر داده است. بر بنیاد خبرنامه، عرفات جمال در این دیدار گفته افغانستان در سال گذشته میلادی بیشترین آمار مهاجران بازگشته را داشته، اما امارت اسلامی توانسته آن را به خوبی مدیریت کند. ښاغلي جمال د راستنیدونکو کډوالو د مدیریت او له مهاجرینو سره د اسلامي امارت د همکاریو ستاینه وکړه او ویل افغانستان په 2015 کال کې په اجباري ډول د راستنیدونکو مهاجرینو لپاره مناسب خدمات برابر کړي. نوموړي زیاته کړه د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمیشنري هم د اسلامي امارت په همغږۍ راستنیدونکو ته لومړني خدمات وړاندې کوي. این مقام کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهنده‌ها، چالش‌های اقتصادی، کاهش کمک‌های بین المللی، رویدادهای طبیعی، خشکسالی و تنش‌ها با پاکستان را از عوامل خوانده که افغان‌ها به ویژه مهاجران تازه برگشته را متأثر و با مشکلات زیادی روبرو کرده است. وی اما اطمینان داده که برای رسیدگی به مشکلات مهاجران بازگشت کننده در این کشور متحد است. کمیشنر عالی سازمان ملل متحد می‌تواند نقش کلیدی را در جلب توجه جامعه جهانی در مورد وضعیت مهاجرین افغان ایفا کند. از حمایت حقوقی مهاجرین گرفته تا تلاش برای جلوگیری از اخراج‌های اجباری و فراهم‌سازی شرایط انسانی در کشورهای میزبان. ملا عبدالواسع هم در این دیدار گفته کشورهای میزبان باید از برخورد سیاسی و نامناسب با مهاجران افغان دست برداشته و بر حقوق آنان احترام بگذارند. آقای واسع با تاکید بر افزایش کمک‌های جامعه جهانی با مهاجران بازگشت کننده گفته امارت اسلامی در تلاش رسیدگی به مشکلات آنان است. ډاکټر عبدالواسع وویل مهاجرت یوه نړیواله ستونزه ده او کوربه هیوادونه باید د مهاجرینو اړوند نړیوال اصول او قوانین مراعات کړي او له افغان کډوالو سره ناوړه او اجباري چلند ودروي. نوموړي زیاته کړه اسلامي امارت د راستنیدونکو مهاجرینو د ستونزو د حل لپاره د ریاست الوزرا د اداري مرستیال په مشرۍ عالی کمیسیون ایجاد کړی چې د مهاجرینو د اړتیاوو د پوره کولو او لومړنیو خدماتو د برابرولو لپاره دوامداره هڅې کوي. در خبرنامه همچنین آمده که قرار است کمیشنر عالی ملل متحد در امور پناهنده‌ها در آینده نزدیک از بهره بررسی وضعیت مهاجران به افغانستان سفر کند و پس از آن با جانب پاکستان در زمینه ایجاد تسهیلات به مهاجران افغان وارد گفتگو خواهد شد.
ادامه خبرها. رئیس عمومی اجرایوی شرکت برشنا و سفیر ایران در کابل در دیدار بر گسترش همکاری‌های مشترک در سکتور برق تاکید کردند. دو طرف همچنین در مورد طرح لاین انتقال 500 کیلوولت، انرژی‌های تجدیدپذیر، فرصت‌های سرمایه‌گذاری و توسعه همکاری‌های مشترک نیز رایزنی نمودند. تأکید مقام‌های افغانستان و ایران بر گسترش همکاری‌های مشترک در سکتور انرژی برق میان دو کشور. رئیس عمومی شرکت برشنا در دیدار با سفیر ایران در کابل گفته افغانستان بستر مناسب سرمایه گذاری در بخش انرژی برق می باشد. عبدالحق همکار همچنین تطبیق پروژه لاین برق 500 کیلوولت را برای تبادل انرژی مهم خوانده است. د افغانستان برېښنا شرکت عمومي اجرایوي رئیس ښاغلی الحاج ملا عبدالحق همکار په خپل کاري دفتر کې په کابل کې د ایران هیواد سفیر ښاغلی علي رضا بیګدلي سره د برېښنا انرژي سکتور پانګونې او ګډو همکاریو پر پراختیا خبرې وکړې او دواړو لورو د 500 کیلوولت برېښنا لیږد پر طرح بیا نوې کېدونکې انرژي پانګونې فرصتونو او د ګډو همکاریو پر پراختیا خبرې وکړې. بر بنیاد خبرنامه ریاست برشنا، علیرضا بیگدلی سفیر ایران در کابل در این دیدار در کنار گسترش همکاری‌ها در بخش‌های اقتصادی، بازرگانی و انرژی گفته در بخش انرژی‌های تجدیدپذیر فرصت‌های خوب برای گسترش همکاری‌های مشترک فراهم شده است. آقای بیگدلی همچنین از رئیس عمومی شرکت برشنا خواست که به ایران سفر کند تا در مورد همکاری‌های مشترک و مسائل فنی اقدامات و گفتگوهای لازم انجام شود. ښاغلی بیگدلي همداراز د افغانستان برېښنا شرکت عمومي اجرایوي رئیس څخه هیله وکړه چې ایران ته سفر وکړي او د ګډو همکاریو په تړاو د تخنیکی بحث او اړینو اقداماتو په برخه کې پر وخت کړنې وشي. در خبرنامه آمده که دو طرف یک بار دیگر بر تقویت نشست‌های منظم و هماهنگی‌های نزدیک به منظور گسترش همکاری‌های مشترک تاکید کردند. اداره عمومی امتحانات از آغاز آزمون کانکور سال جاری خبر می‌دهد. به گفته مسئولان این اداره در این روند از 120,000 تن در 15 ولایت آزمون عمومی کانکور دریافت می‌شود و 74,000 تن به تحصیلات عالی در دانشگاه‌های کشور راه خواهند یافت. در همین حال برخی اشتراک کننده‌های این آزمون هم بر شفافیت این روند تاکید دارند. برگزاری آزمون کانکور در 15 ولایت کشور. اداره عمومی امتحانات میگوید در این روند از 120,000 تن آزمون کانکور گرفته می شود و از این میان 74,000 تن به تحصیلات عالی در دانشگاه ها راه خواهند یافت. 415 کال تقریبا 1,60,000 په تعداد کې چې د طالبانو ثبت نام کړی دی د کانکور لپاره چې په دې کې مختلفې برخې شامل دي. هغه علوم دینی دي، اختصاصي دي او دغه د 12م عمومي چې کوم کانکور دی. په دې کې موږ تقریبا تر 4,000 پورې چې دی جذب لرو او په هرات ولایت کې به په خصوصي ډول تر 3,500 پورې تعداد کې ثبت نام شوی دی چې دې کې تر 3,200 پورې د طالبانو هغه بایومتریک شوی دی او نن به موږ سره آزموینه ورکوي. پروسه یک پروسه کاملا شفاف هست چون عضو هستیم ما اونجا و ما از نزدیک می‌بینیم هیچ نوع دسترسی فردی که به اون پروسه بخواد تقلب یا اختلال ایجاد کنه وجود نداره. سیستم به شکل اتوماتیک است و تمام کارا به شکل اتوماتیک پیش میره. انتخاب سوال بر اساس سیستم ماشین هست، پرینت بر اساس سیستم ماشین هست، حتی کتابچه‌ها که استبلر میشه تنظیم میشه بر اساس سیستم ماشین هست و در اونجا دسترسی انسانی وجود نداره و کار بر اساس ماشین به شکل اتوماتیک پیش میره. از این میان 3,500 تن از تازه فارغان مکتب‌ها و مدارس از ولایت هرات در این آزمون اشتراک کردند. شمار از آنان برای راهیابی به دانشکده مورد نظر خود بر شفافیت در این روند تاکید دارند. رشته دلخواه اینه که کامپیوتر ساینس در بخش نرم افزار باشه که بخیر موفق شدیم در اون خدمت برای دولت و برای کشور خدمت میکنیم. بخیر گفتن و حدوداً 4 ماه بیشتر ما فرصت آمادگی نداشتیم و 4 ماه زیاد تلاش کردیم. هدف ما از درس خواندن اینه که خدمت به جامعه و ملت غیور افغانستان میباشیم. امتحان خوب صحیح از ما بگیرم و همکاری داشته باشم خودم شفافیت باشه امتحان. با این حال به گفته مسئولان اداره عمومی امتحانات میزان اشتراک در آزمون کانکور سال جاری تا 40% در تناسب با سال گذشته افزایش یافته و این رقم نشان دهنده افزایش علاقمندی جوانان به تحصیلات عالی است.
با پخش وضعیت آب و هوا خبرهای این ساعت را به پایان می‌رسانیم. شب و روز خوش داشته باشید.